کریستیان دیور توی سال 1905 توی گرنوویل فرانسه متولد شد. خانواده او توی زمینه صنعت خیلی موفق بودن، اما کریستیان دیور دوست داشت به هنر، نقاشی و طراحی و اینا بپردازه. اون آرزو داشتش که یه روز معمار بشه. با این حال به اصرار پدرش وارد مدرسه علوم سیاسی پاریس شد، اما هیچ وقت علاقش به هنر کم نشد. در پایان با استفاده از پولی که از پدرش دریافت کرده بود، یه گالری کوچیک توی فرانسه افتتاح کرده. بعد مدتی که فعالیت داشت توی زمینه هنر، به دنیای مد علاقه‌مند شد و شروع کرد به طراحی لباس کردن. توی اون سال توسط طراح معروف رابرت پیگه استخدام شد و به عنوان دستیار اون مشغول به کار شد. وقتی که جنگ جهانی دوم شد، یه مهاجرت کمی به فرانسه کرد، بعد دوباره به پاریس برگشت. او توی این دوران برای خانه‌های مد پاریس طراحی می‌کرد. وقتی که جنگ تموم شد، دیور با حمایت مالی مارسل بوساک، تولید کننده پارچه، تصمیم گرفت خانه مد خودش رو تأسیس بکنه. توی سال 1947 اولین مجموعه لباس‌های دیور با استقبال خیلی زیادی روبرو شده بودن. اسم این طراحیش رو گذاشته بود نیو لوک که با خط کمر باریک، دامنه‌های پفدار و شونه‌های پهن بود که انقلاب خیلی بزرگی توی مد ایجاد کرده. اصولاً بیشتر طراحی‌های دیور چند تا ویژگی داشتن. یکی اینکه زنندگی و ظرافت داشتن، بعد شکوه و تجمل داشتن و اینکه دیور خیلی به جزئیات توجه میکرد. کریستیان دیور توی سال 1957 درگذشت، اما میراث او همچنان توی دنیای مد باقی هستش. برند دیور امروزه یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین برندهای مد جهان هست.